الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران وخوهراني موحدا، بارك الله فيكم بإذن الله سبحانه وتعالى. این حلقه پنجم از آموزش اعتقادی سفیان الثوری تولد شده 97 هجری و وفات کرده 161 هجری کبار اتباع التابعین رحمه الله است. و حالا این موضوع عباره هایی که سفیان الثوری بیان کردند، گفتند و شاگردشان نوشتند، شعیب ابن حرب یک از امام سلف دیگر، قرائت میکنیم و بعد از این شرح میدیم. بارک الله فیکم. در حلقه گذشته ما در موضوع مثلا پس گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، مس کشیدن به خفین و دیگر مسائلی که تعلق به علامت های اهل سنت و الجماعت بود و علامت های اهل بدعت رو جدا کردنی بود بیان کردیم. حالا باشد به شما عباره دیگری سفیان الثوری را قرائت میکنیم که گفتند: یا شعیب ابن حرب، ای شعیب پسر حرب، شاگردشان شعیب ابن حرب خیلی گفتیم یک از علمای سلف دیگر. لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره كل من عند الله عز وجل. ای شعیب ابن حرب، انا همین چیزهایی که تو نوشتی به تو فایده نمیدهد تا همان زمانی که ایمان بیاوری به قدر، به نیکیش، خوبیش و به شر و بدیهایش و به حلوی، لذت و خوبی ها و به مره و به تلخی های سختی هایش ایمان بیاوری که همیشه از جانب الله هست. کل من عند الله عز و جل، همه اش از جانب الله عز و جل است، عز و جل است. اولا در بین ما امت اسلام معروف است کلمه القضاء و القدر. ایمان آوردن یعنی تصدیق کردن، اقرار کردن، تصدیق کردن به همه نیکی ها و بدی ها که از جانب الله است. تلخی ها و شیرینی ها همیشه از جانب الله است. به کجا؟ هم به زبان، هم به دل و هم به عمل. همین ایمان آوردن به قدر هم زیاد و کم می شود. بعضی ها خوب ایمانش زیاد است، در جای خودش است، و بعضی ها ایمانش کم است، و بعضی ها در باب قدر گمراه شدند و جبری، و بعضی ها قدری شدند که در آینده بیان میکنیم. قدر این یکی از رکنهای ایمان اعتقادی قلب است، قول قلب است، یکی از رکن قول قلب است. البته در حدیثی که جبرائیل علیه السلام، حدیث جبرائیل معروف است که جاء رجل شدید بیاض ثوب شدید سواد الشعر، یک مردی که خیلی هم لباس سفید دارد، موی خیلی هم سخت سیاه دارد، لا یرا فیه اثر السفر، در او اثری سفر دیده نمیشد. آمد به نزد رسول الله، به نزد رسول الله داخل شد و نشست، فجلس فوضع ركبتيه الى ركبتيه و یدین فوق ركبتيه فعلى فخذيه، دو زانیش رو به دو زانی رسول الله گذاشت و دستش رو به بالای فخذش گذاشت و گفت که مل اسلام و مل ایمان و مل احسان. اسلام چیست؟ پیامبر گفتند الاسلام معلم. من داناتر از انا همین سائل نیستم گفتند. و بعد از این گفتند که اسلام این انا همین ان تشهد لا اله الا الله، شهادت بدهی که نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله هستند، و نماز بخوانی و زکات بدهی و حج بروی و روزه بداری. ایمان چیست؟ ایمان این که گفتند ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر. این و الیوم الاخر و القدر خیر و شره
احسان گفتن ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. در همین حدیث اسلام ظاهری و اسلام باطنی، رکنهای عملی و رکنهای قلبی و رکنهای عملی قلب و رکنهای زبانی را بیان کردند. ما وقتی که ایمان را آموختیم برادرهای عزیزم و خواهرهای عزیزه از اهل توحید، ما وقتی که آموختیم گفتیم که زبان، سخن زبان، عملی زبان، سخن دل که اعتقاد دل و عملی دل و عملی جسم. در همین حدیث جبرائیل همه همین وجود دارد. شهادت دادن این رکن زبان است. شهادت دادن رکن زبان است. نماز خواندن، روزه، نماز، زکات، روزه، حج، این رکن عملهای جسمی هست که بخصوص نماز و زکات. نماز را یک بار ترک کنید کفر میشید گفتیم، اما زکات را یک بار دو بار ترک کردید، بعد از این نصیحت شدید باز ادامه دادید، امتناع و کفر میشد، نشون به کفر امتناع واقع میشد. این عملهای رکن، عملهای جسمی. اما این آمنت بالله و ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و اليوم الاخر و القدر خیر و شر من الله، ایمان بیاری که اقرار و تصدیق بکنی که الله سبحانه و تعالی یکتا است و تنها است، ایمان بیاری خالق است به همه توحیدها و به ملائکه ها و به کتاب ها و به همه رسولان و به روز قیامت و به تقدیر نیکی و بدی. این رکن مطلق ایمان، بلکه رکن اعتقاد قلبی گفته میشد. و بعد از این احسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. این عملی قلبی است، یعنی محبت و خوف و رجا داشته باشی که این عملی قلب است. پس زبان رکن خودش رو دارد که نطق لا اله الا الله هست. قلب اعتقاد قلب این رکن خودش رو دارد که 6 رکن ایمان این رکنهای اعتقاد قلبی است. و عمل این عمل قلب است که این احسان است. و بعد از این عمل جسم است که این نماز است و روزه است و زکات است. امیدوارم که کمی خوب فهمیده باشید. پس انمین القدر، ایمان آوردن به قدر، این رکن اعتقاد قلبی است. رکن ایمان اعتقاد قلبی است. هر کسی که ایمان به قدر نیکی و بدی ندارد کافر است، مسلمان نیست. لیکن قدر چی معنی دارد؟ قضا و قدر میگیم. در اینجا البته که سفیان ثوری فقط قدر گفتن، قضا نگفتن. قدر این همان نوشته های الله به علمش. قدر این علم الله که همین علمش را به لوح المحفوظ نوشته است و به مشیت و به اراده او همین چیز به وجود می آید. همین را قدر میگن. قدر چیست؟ علم الله. یکمین چیز ایمان به قدر، ایمان به علم الله میارد که الله علم خیلی بزرگ دارد و الله همین علمش را نوشته است در لوح المحفوظ. در حدیث صحیح که آمده است اول ما خلق الله القلم، اولین باره که الله قلم را خلق کرد و او گفت که اکتب، بنویس. قلم گفت که ماذا اکتب، چی را بنویسم؟ گفت که اکتب مقادیر الاخلاق، بنویس مقادیر، تقدیرهای خلق را، یعنی همه همون حادثه هایی که می شود از روزی پیدا، از همون نطفه تا وفاتش، بعد از این عذاب قبر یا که حیات برزخ بگیم، روز محشر، جنت یا دوزخ، همیشه بنویسیم. همین تقدیر رو الله نوشتنش رو به قلم امر کرد قبل ان یخلق السماوات والارض، پیش از این که زمین و آسمان رو خلق کند، ب50,000 سنه، 50,000 سال پیش. همین تقدیر است، علم الله که در لوح المحفوظ به امر الله قلم نویست، از علم الله. و انا همین نوشته الله در این دنیا به وجود می آید، یعنی حادثه ها می آید، همیش در علم الله هست، در نوشته الله هست، به مشیت الله. الله خلق کرد مخلوقاتش رو، همین مخلوقاتش رو به علم خلق کرد و بعد از این همه حرکت هایی که میشد به اراده الله، به مشیت الله است. فهمیدید؟ همین رو قدر میگن. قدر این علم الله که در لوح المحفوظ نوشته شده است. قضا چی؟ ما قضای قدر هم داریم که قدر علم الله است. قضا
بعد از این که همون نوشته الله به وقوع میپوند همون رو قضا میگند. الله نوشته بود که ابو محمد مدنی در فلان سال در فلان وقت در فلان وقت تولد می شود در بین فلان مردم. این تقدیر بود، قدر. وقتی که تولد شد قضا شد، وقتی که به وجود آمد قضا شد. انا این فرق بین قدر و قضا. بالعموم قدر اگر گوید معنای قضا هم میگیرد، به همین معنا اگر بگوید هم باکی ندارد، زیرا که این کلمه ها کلمه است که اذا اجتمع افترق و اذا افترق اجتمع. زمانی که در حالت تنهایی بیاد معنای هر دو رو میدهد، زمانی که در حالتی که پهلو ما پهلو بیاد معنای الهیده از هم دیگر میدهد. پس بارک الله فیکم، اکنون فهمیدید که ایمان آوردن به قدر نیکی، یعنی همه اون کارهایی که در این دنیا نیکی که می شود، بدی که می شود، خرسندی و خوشنودی و لذت هایی که هست و تلخی و سختی هایی که هست، همیشه از جانب الله هست، به خواست الله، به اذن الله هست. سوال به وجود میاد که آیا الله از پیش خودش مجبور مردم رو بگیم اعوذ بالله کلمه از پیش خودش رو استفاده نبریم، بگیم از علم خودش؟ خیلی که جبری ها اعتقاد دارند که مردم رو میگد، جبری ها میگد که الله از پیش خود، یعنی الله خودش مردم را به مانند راه برد قرار داد، نویس تقدیر ما هیچ کار کرده نمیتونیم، تقدیر ما رو نوشته که الله کافر نوشته باشه کافر ما تمام میگه. این عیب ما نمیگه، عیب الله است میگه اعوذ بالله. آیا الله در حقیقت همه خیلی نویست و من شما خواهیم و نخواهیم وجود ندارد؟ همین نوشته الله که میره. نوشتن الله را خوب بفهمید که الله چگونه نوشت. علم در بالای نوشتن الله. علما میگن که الله به علمش هر یک مخلوقاتش را دید که چگونه زندگی میکند، چگونه اختیار میکند، همین فهمید، بعد از همین نوشت. الله اول دانست بعد نوشت. انا باید ما دانیم. بعضی ها یا بسیاری ها فکر میکنن که الله ندانسته نوشت. الله گویا که اول اختیار داشتنی ما کاری کردگی ما ندانست خودش نوشت و ما از همون نوشت الله رفتن میگیریم. میگن این غلط است، این فهمی باطل است در بالای قدر الله. الله به علمش نوشت میگیم ما. الله به علمش اول تو رو دانست ای عبدالله، ای بنده الله. الله دانست که کی به وجود می آیی، چگونه تولد می شوی، بعد از این چگونه بزرگ می شوی و بعد از این چگونه به اختیار خودت کدام راه را اختیار میکنی. الله همه همین را دانست. تو سوال میکنی که چگونه؟ ما به تو میگیم که انا این است رب العالمین، رب تو اینقدر بزرگ است الله. انا این است بزرگی الله که علم الله اینقدر بزرگ است. همین 50,000 سال پیش از زمین آسمان فهمید که تو به اختیار خودت انا این کوچه، انا این راه رو اختیار نمیکنی، دیگر راه رو اختیار میکنی. حق رو اختیار نمیکنی، باطل رو، یا باطل رو ترک میکنی، حق به اختیار خودت میروی. الله همین دانست که به اختیار خودت میروی و همین رو نوشت. انا مین از تقدیر. اما انا همین تقدیر رو خواهی که خوب فهمی، از منهج اهل سنت بیرون نشوی، گمراه نشوی، جبری قدری به این مذهبای کفری نروی، باید به منهج سلف صالح بفهمی که قدر به دو قسم تقسیم می شود: قدری کونی و قدری شرعی. چیزهایی که الله نوشت و به این اختیار منش تو تعلق ندارد، چیزهایی که الله نوشت کونن الله سبحانه و تعالی نوشت اما شرعا نمیخواهد. الله بسیار چیزهای رو نمیخواهد اما کونن نوشته شده است. برای ابتلا الله اینه در بین مردم خلق کرد، در بین مردم وجود دارد، به اراده الله همون چیز هم میشد، اراده الله. اما الله همین چیز دوست ندارد. این چیز کفر است، شرک است مثلا، یا دیگر کارهای حرام است. این به تقدیر شرعی داخل نمیشد، این به تقدیر کونی. کونن الله من شما رو به خاطر چی خلق کرد؟ شرعا و کونن به خاطر ابتلا. در تقدیر کونی الله سبحانه و تعالی نوشت که
یک انسان مثلا به خاطر خودش میرود زنا میکند، آیا الله همین میخواهد؟ کاونن میخواهد اما شرعا نمیخواهد. کاونن خواستن الله همین که این یگان کار در روی دنیا به اجازه الله نمیشود، اما شرعا این که الله انجام دهنده همین عمل رو دوست ندارد و از این راضی نیست. فرقی همین باید فهمید. اگر فرقی نفهمد انسان گمراه میشد. اشعری ها نفهمیدن، قدری ها نفهمیدن، از همین جهت گمراه شدند. الله گفتند که ما پاک میکنیم، الله گویا که از همین مشکلی پاک میکنیم. یک از زنا کنه چخیر الله میخواست از زنا را؟ نمیخواد الله. گفتند از این ورود که گفتند که شر بدی ها را الله خلق نکرد. گفتند این قدری شدند، مجوس این امت شدند. و به همین شبهه اشعری ها گفتند که نه، همه چیزی که در این عالم است الله خلق کرد، الله خواست. بد رو هم الله میخواد، نیک رو هم الله میخواد. این عیبیمانه هر کاری که میکنیم اعوذ بالله به الله تکیه کردن، جبری شدن، گمراه شدن. اما ما میگیم که الله کونن یک کاری بد، یک کاری مثلا کفر است، شرک است، زنا است، شراب است، کونن الله سبحانه و تعالی این چیزه خواست، خلق کرد. به اراده و به اذن الله نمیشد، به اذن الله، به اراده الله است. اما شرعا الله اینه دوست ندارد. بارک الله فیکم. اما همه اون عمل هایی که الله دوست میدارد و انجام داده این رو میخواد، این اراده شرعی الله است سبحانه و تعالی. و این چنین کونن بسیار چیزها رو الله خواست که ما اختیار در اون نداریم، بمانندی زمین لرزه، بمانندی مرگ، بمانندی گرمی و خنکی، بمانندی فصل، بمانندی بسیار چیزها که این کونی هست. تولد و مرگ ما اینی در دست اختیاری ما نیست. اما شرعا در مسئله شرعی الله اختیار رو در دست ما داد که آیا ما حق داریم یا نداریم در مسئله شرعی. بله الله اختیار رو به ما داد که خودت اختیار بکنه. انا این حق به تو رسید، حجت رسید، پیامبر اومد، قرآن و سنت و دعوت قبول کن یا که قبول نکن. لا اکراه فی الدین. هیچ کس تو را مجبور کرده مسلمان نمیکند. به اختیار خودت تو مسلمان میشه. مجبوری ظاهر اگر مسلمان شوی هم به درونت تو شاید کافر باشی. یعنی درونی تو رو هیچ کس بدون اختیار تو مسلمان نمیکنند. بالاخره فرق کونی و شرعی رو گفتگو بکنید، کتاب ها رو خونید. درسی ما در این باره در مسئله اشعری و ماتریدی 50 حلقه و 48 حلقه که در مسئله شناخت اشعری ماتریدی کردیم، در اعتقاد باطل اشعری ماتریدی ها که درباره قدر است و عقیده اشعری ها از ماتریدی ها، یک جایی که اشعری ماتریدی فرق میکند همینجا است. اشعری ها جبری هست و ماتریدی ها اهل سنت به نزدیکتر است. کمی خیلی جبری اشعری ها بدتر است در باب قدر. خیلی صحبت های دور دراز در اینجا به شما بیان کردیم. خواهش میکنم گوش بکنید باز تا که با خوبتر فهمید در اشعری و ماتریدی شناسی باب قدر. اگر همچنین فهمید مشکلی ها برطرف می شود. سبحان الله در زمان سلف صالح، در زمانی که شاگردان رسول الله صحابگان رضی الله عنهم زنده هستند، بمانندی عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس، بحر این امت در علم، مفسرها، محدث ها وجود دارند، قدریه ها به وجود آمد. یعنی اعتقاد باطل در باب قدر به وجود آمد. اولین بدعتی که به امت البته که به وجود آمد این خوارج ها بود. در زمان سرشوی خوارج در زمان پیامبر بود. اولش که کمی دیوانگی رو شروع کرد، اعوذ بالله. و بعد از این در زمان عمر، در زمان عثمان ابن عفان رضی الله عنه اونها حرکت کردن، یک جماعت شدن. همچون مذهب در زمان علی خوارج ها به وجود آمد. و بعد از این مرجعه ها که البته مرجعه ها خیلی در عقب آمدند. و دومین مذهب باطلی که بر وقت به وجود آمدن همین قدریه ها هست. در زمان صحابه خوارج هم در زمان صحابه بودند، قدریه ها هم
در زمان صحابه بودند، آخرهای صحابه رضی الله عنهم. علمای سلف و بعض از علمای متقدمین میگویند که از همه رأس، اساس و سری تمام فرقه های بدعتی 5 هست. خوارج است، قدری هست و جهمی هست و مرجعه و یا به طرز دیگر معطله و مجسمه. انا همین ها اساس تمامی رأس، یا که گفتن که خوارج، رافضه، قدری، برای اون که رافضه ها هم در زمان علی رضی الله عنه در زمان صحابه به وجود آمده بود. او کسایی که حضرت علی رضی الله عنه را اله گفتند به سرداری عبدالله ابن سبع الیهودی. حضرت علی اونها را تکفیر کردند، جهل را عذر نگفتند، به زنش مردش دانست ندانست، تعویل کرد نکرد، 3 روز وقت دادند، توبه نکرد، زمین را کندند و اونها را به اینجا آتش انداختند و در درون آتش سوزانیدند، رافضه ها را. بالاخره اول خوارج، بعد رافضه و در همون وقت قدری و جهمی ها و مجسمه ها. انا همین ها اصلی تمامی بدعت. انا همین ها اصلی بدعت، اصلی تمامی فرقه های باطل، بزرگترین فرقه های باطل همین ها هستند: خوارج و رافضه، قدریه، جهمی. بعضی و مرجعه رو هم گفتن، لیکن بله میگویم زیرا که مرجعه و جهمی از هم دیگر فرق دارد. مرجعه مسلمانی مبتدی است، جهمی کفار است. رأس تمام فرقه های بدعتی باطل عاقبتش همین 5 است، به همین باز میگردد. سبحان الله. در زمان صحابه بله پیامبر گفته بودند که عمر این یک دروازه هست رضی الله عنه که فتنه رو باز می‌دارد. اما بعد از این که عمر رو به قتل رسانیدند، پیامبر گفتند بعد از وفات عمر دروازه حمایت از فتنه شکسته می شود، دیگر این دروازه صحت نمی شود، یعنی فتنه تا آخر به وجود میاد. لیکن من و شما چیکار میکنیم در زمان فتنه؟ مرجعه ها گفتند که در زمان فتنه خاموش شوید، علم ناموخ جیم گردید. مدخلی ها بسیار همین خیلی میگن در زمان فتنه همراه نشو، گپ نزن، به هیچ جا نرو، جیم گمراه شده گرد. میگن نه، در زمان فتنه ما وظیفه دار هستیم. الله امر میکند، رسول الله امر میکند و نشان داده منهج اهل سنت و الجماعت و اجماع صحابه این است که چنگ به قرآن و به سنت با فهم سلف این امت میزنیم. چنگ میزنیم به قرآن و سنت با فهم سلف این امت. به سلف این امت خود ما رو میزنیم. در زمان سلف امت عقیدهشون میگیریم، صحابه ها را به دندانمون میگیریم، سخت میگیریم، قرآن و سنت میآموزیم با فهم سلف. همین از فتنه ما رو ان شاء الله نجات میکنه. همین راه است و منهج است، یگانه راه. خاموش شده جیم گشتن، من به چیز قطعی نمیشم، همراه نمیشم، نمیآموزم گفته گشتن، این برعکس گمراه میکنه. جهالت هیچ وقت انسان رو از فتنه دور نکرده است، بلکه گمراه میکنه. بالاخره کسی که میگه که من از فتنه دور میشم لیکن علم رو از سلف صالح نمیآموزد و عقیدهش از غیر سلف صالح است، باز به فتنه روز به روز میرود. یعنی فتنه خودش از سلف صالح دور شدن است. فتنه خودش قرآن و سنت رو به فهم سلف نفهمیدن است. پس در زمان سلف صالح صحابگان رضی الله عنهم قدری ها به وجود آمدند. قدری ها چی عقیده داشتند؟ مقصد قدری ها چی بود؟ اول آیا قدریه ها کافر شدن میخواستند؟ آیا قدریه ها در زمان سلف تابعین حکم داشت؟ صحابه ها رو دیده انسان ها علما بود، بسیارش علم داشت. آیا اونها مقصدشون کافر شدن بود؟ زیرا که جهمی ها، آذری ها، مدخلی ها میگن که انسان تا زمانی که مقصدی کافر شدن رو نداشته باشد از اعتقاد و از عملش کافر نمیشد. میگن الا یقصد الکفر، گفته شرطی کفر رو جهمی ها موندن، آذری ها. تا انسان همون کفر بودنش دانسته من کافر میشم گفتن نکنند، کافر نمیشد گفتن الا بعنت.
تعویل عذر است گفتند، جهل عذر است، تقلید عذر است. مرحمت قدری ها در زمان صحابه به وجود آمد. نظر میکنیم قدریه ها آیا همین اعتقادی باطلشون رو که بود میگفتن که همین اعتقاد کفر است میگفتن؟ نه، اینا خوب میگفتن اعتقادشون. به کدام سبب قدریه ها گمراه شدند؟ به سبب تعویل. و بعد از این طبقه های دوم سوم قدریه ها به سبب تقلید و جهل، تعویلی که از سبب جهل و خطا وجود آمد. بعد از این مقصدی قدریه ها آیا کافر شدن بود، آیا انکار کردن اسلام بود، دروغ شمردن اسلام بود، رد رسول الله بود؟ نه، مقصدی قدریه ها گویا که پاک کردن الله از صفتی بد بود. اعوذ بالله. به همین مقصد داشت، یا که بزرگ شماریدن الله، پاک کردن الله بود. مقصدشون مقصد بینهایت خوب بود. خیلی که مشرکای مکه هم مقصدشون به نظر خودشون خوب بود. میگفتند که ما الله انکار نمیکنیم، ما این بت‌ها را ما نعبدهم عبادت نمیکنیم مگر اینکه ما را نزدیک کنن الله. ما اینها به ذبح میکنیم تا که اینها ما را در نزد الله شفاعت کنن. مقصدی ما الله به نزدیک شدن است. مقصدی مشرکان مقصدی به نظر خودشون خوب بود، کفر شرک نبود. یگان آدم من کافر میشم گفته کفر نمیکند. این آدم کم است، آدمی که عناد دارد، آدمی که قصد کفر دارد، آدمی که دیده و دانسته کفر میکند خیلی کم است. قدریه ها بار دیگر میگم در زمان صحابه آمدند. آیا همین اعتقادشون رو درباره قدری که کفری بود صحابه تکفیر کردند، همین کفر بودنش دانسته با رفتند همین کفر است من میکنم گفتند، یا که گفتند که نه این کفر نیست، نه فقط کفر است، گفتند که این عبادت است، این کار خوب است، ما الله از این یک عیب پاک میکنیم. اینو عیب گفته رفتند، الله از عیب پاک میکنیم گفته رفتند. تمام معطله ها مقصدشون همین است، الله از تشبیه پاک میکنیم گفته مشرک کافر میشه. مقصدی همین جهمی هم مقصدی خوب دارد، لیکن مقصدی خوب داشتن که کفر اکبر کنید این مقصدی خوب داشت گفته نمیشد. امن نومش تعویل است، تعویلش عذر است، جهلش عذر است، نه کافر است گفته. انا کنون بیایید قدریه ها کی است؟ قدریه گفته یک مذهب رو میگه در باب بالای قدر، القضاء و القدر، در باب انمین موضوع، در بالای انمین یکی از رکن ششم ایمان آوردن به قضای قدر، به قدری که خیر و شرش از جانب الله هست. سه مذهب وجود دارد. مذهبی از یک طرف غلات و از یک طرف مذهب جفات و از یک طرف مذهب اهل سنت و الجماعت که وسط است. غلات این جبری ها در اثبات قدر اینقدر اثبات کردن که در اثبات کردنش غلو کردن، در اثبات قدر غلو کردن و عقیدهشون جبری شد. جبری همین که همه انسان هایی که در این دنیا زندگی میکنن مجبوری زندگی میکنن، مجبور هستند. یعنی زنا کنی هم تو برای زنا کردن مجبور هستی، لیواطه کنی از این مراد که تو مجبور بودی، علاجت نبود، اختیار نداشتی. یعنی مجبور، جبری. شراب نوشی هم مجبور بودی، عیب از تو نیست. معنای نتیجه چی است؟ معنای نتیجه این است که الله مردم را مجبور کرده است، الله برای انسان ها اختیار نداده است گفتن عقیده. این را جبری میگویند. یعنی مردم مجبور است، اختیار ندارد، خواهد نخواهد چیزی رو که شد میکند، الله خواسته رو میکند، اون نخواهد هم میکند. این عقیده رو عقیده جبری میگن. این عقیده جهم ابن صفوان است لعنه الله که مرتد گفتن، سریش در خراسان 128 هجری زدن. این عقیده اشعری ها هست. این عقیده رافضه ها، قرامطه ها هست. و این عقیده بسیار شاعرهای تاجیکه که خیام میگید، ناصر خسرو میگید، اینو آن میگید، این عقیده است. شعرهاش خونید: چهار دست و پایم را به زنجیر بستی و در درون دریا مرا انداختی، باز میگویی که تر نشو. یعنی الله به گفته است که تو خودت دست و پا بسته آب انداختی، با تو من میگویی که تر نشو، تر شدن میگیرم. گفتنی گپ است. یعنی تو من خودت زنا ببردی و بعد از این میگویی که زنا نکنی، زنا میکنم. میگه عیبی من نیست، میگه عیبی تو است. میگه الله عیب تو میگه. اعوذ بالله من ذلک.
جبری ها، اشعری ها. از همین جهت عقیده اشعری ها به درجه بد است که اگر یک اشعری هایی که در حقیقت جبری هستند یک منطقه رو به زیر تصرف خود دارند، به حکم الله در بالای گناهگارها حکم نمیکنند. مثلا دزد دستش نمیبرند. برای چی میگن که این مجبور بود، رویش کم کم سیاه میکنند و سرد میتند. و عیناً همین عقیده جبری رو کمی هم به همین مانند ماتریدی ها از اشعری ها گرفتگی هستند. برای این امروز طالب ها را نظر بکنید، تطبیق بسیار حکم الله نمیکنند. برای چی؟ برای که یک جانب جبریگی هم کم کمی وجود دارد در این. برای اینکه ماتریدی هم 100% از اشعری ها یعنی خلاص نیستند و 100% اهل سنت نیستند. در این مسئله مشکلی دارند. تفصیلات بین ماتریدی و اشعری رو همون حلقه های درسی که ما کردیم خواهش میکنم در شناخت اشعری ماتریدی 50 حلقه گوش بکنید. بالاخره جبری رو فهمیدید که همه مجبور اختیار ندارد میگه، یعنی کافر شویدم مجبور بودید کافر شدید، این عیبی شما نیست. مسلمان شوید هم از این ورود که الله شما را مسلمان کرد مجبور بودید. چکی نشوید شما مجبور بودید. نتیجه این عقیده این است که عیب در شما نیست. الله اگر شما را مؤاخذه کند، اگر عقاب کند، اگر دوزخ میبرد، گویا که اعوذ بالله الله را ظالم گفتن است. این عقیده عقیده کفری است. جبری عقیده کفری است. یکی از کفر اشاعره ها جهمیان همین است. بعد از این بارک الله فیکم مذهب دوم است مذهب قدری. اول قدری به وجود آمد، بعد از این جبری به وجود آمد. اول قدریه ها به وجود آمدند، بعد از انکار قدری جبری به وجود آمد. چگونه ای که اول خوارج ها به وجود آمدند، بعد از این مرجئه ها به خاطر خوارج ها رو انکار کردن آمده غلو کرده خودشون گمراه شدند. اول قدریه ها آمدن، قدریه ها به انکار با آمده خودشون غلو شده کفر دیگر به گذشته رفتند. برای در انکار هم نباید غلو کنید، در انکار هم از منهج برایت غلو میکنید. جهمی را انکار میکنن گفته خوارج شده، خوارج انکار میکنن گفته جهمی نشدن. نباید شد، در منهج باید بیستی اهل سنت و الجماعه. بسیار انسان ها میخواد است یک طرف اگر انکار کند خودش از دیگر طرف به دیگر طرف میگذارد. خوارج انکار کند میبینی که جهمی است، جهمی انکار کند میبینی که خوارج است. غلو است از هر دو طرف. تو باید کدام کسی رو انکار نکنی، در اساس منهج و تفصیلات اهل سنت و الجماعه بیان بکنی. کسی راضی میشد نمیشد هیچگاه از لومة اللائم نترسی. ولا يخافون الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله. از لومة اللائم نمیترسن. بالاخره مذهب دوم قدریه ها در زمان عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس به وجود آمد. قدریه ها چی عقیده دارن؟ قدریه ها میگویند که اگر ما بگوییم که نیکی و هم بدی رو الله خلق کرده است، بدی هم از الله است بگوییم، بدی رو هم الله خلق کرد و الله میخواهد بگوییم، این طعنه در حق الله است. این کفر است. این الله رو عیب کردن است. برای همین گفتن ما الله رو باید پاک کنیم از این عیب کفری. گفتنش کفر است گفتند. برای همین ما میگوییم که گفتند قدریه ها الله خیر نیکی رو خلق کرده است و نیکی رو میداند. 50,000 سال پیش خلق کرد و میدانست نیکی از جانب الله است. اما الله شر و بدی رو خلق نکرد. 50,000 سال پیش در تقدیر شر نوشتگی چیز نبود. الله نمیداند تا همون وقتی که به وجود نآید. زنا کردن یک انسان رو الله نمیدانست. گویا زنا کرد، بعد از زنا شدن بعد الله دانست، یا در حالت زنا الله دانست. اعوذ بالله من ذلك. این عقیده از عقیده پیشتریش بدتر است و کمیه ندارد، بدتر است. و این عقیده عقیده کفری است. برای چی؟ برای اینکه از دو جانب کفر است. دو مناط کفری دارد. مناط یکم کفرش علم الله را انکار کردن است. ایمان آوردن به علم الله این اصول از اصول دین است. صفت هایی که از اصول دین است این علم است. علم الله، خالق بودن الله و حیات الله و
قدرت الله و چخیلی که دونستید علم الله. کسی یک قسم علم الله را یا عموم علم الله را یا یک قسم از علم الله را انکار کند، این کافر است. جهل عذر نیست برای کافر بودن. تعویل و تقلید و خطا در این مسئله عذر نیست، کافر است. بجز اکراه، بجز اینکه قصد نداشته بعض عباره ها رو گفته ماند و مقصدش اعتقاد خوب داشت، مقصدش دیگر بود لیکن عباره خطا شد، این دیگر چیز است، به معنای اکراه میآید. غیر اکراه در این مسئله دیگر عذری نیست، این آدم کافر است. قدریه ها کفار هستند. برای چی؟ مناط کفرشون یکم مناط چی است؟ سبب کفر، علت کفر. برای چی ما یک کس رو کفر میگیم؟ باید سبب و علت رو دانیم. شرعا علما مناط میگن. مناط کفر قدریه ها این است که گفتن که الله شر خلق نکرد و شر نمیداند، علم الله انکار کرد. الله یک چیز گویا که نمیداند تو به وجود نمیاد، چیزی که شر است. اعوذ بالله من ذلک. یکم مناط. دومین مناط اینها گفتن که شر را خود انسان خلق میکند، از خود انسان به وجود میاد، از خود انسان خلق میکند، بعد از خلق شدن از انسان بعد الله میداند. این مناط دوم است که اینها گویا که دو اله را قائل شدند، اعتقاد به دو اله کردند، اله خیر و اله شر، اله خوب اله بد. برای همین صحابگان گفتند القدریه مجوس هذه الامه، قدریه ها مجوس این امت است. برای چی مجوس گفته شدن؟ فقط قدریه ها برای چی مجوس گفتند؟ برای که مجوسی ها رو شما نظر بکنید، آتش پرست ها رو فارس ها زودتر از دیگرها با خوبتر میشناسید. گذشته های فارس مجوسی بود. مجوسی ها اعتقاد داشتند به اله نور، به اله آتش، به اله خوب و به اله ظلمات تاریکی بد، دو اله. اعتقاد قدریه ها نتیجهش همین شد که اله خوب این الله هست که خیر خلق میکند، خیر میخواهد، و اما بد خلق میکند و بد میخواهد، این انسان است. اگرچه انسان اله نگفتن لیکن نتیجه سخنشان اله شد. این را تکفیر آل و المآل میگن. تکفیر به نتیجه مذهب میگن، لازم المذهب میگن. یک سخن میگویی که نتیجه سخنی تو کفر است. الله در بالا بودنش انکار کردی، برای چی کافر میشی؟ برای که اگر الله در همه جا گویی یعنی که الله به همه آمیخته گفتی، نتیجه لازم سخنت. کلام الله مخلوق گفتی، نتیجه سخنت، این را لازم المذهب میگن. معال مذهب یا لازم المذهب، نتیجه سخنی تو همین است که الله مخلوق گفتی. و این چین وقتی که انسان خودش خلق میکنه پس لازم همین شد که انسان اله شد در حالت اتوماتیکی. به دو مناط، به همین دو مناط الله اعوذ بالله علمش انکار کردن و بعد از این انسان اله گفتن، دو اله به قائل شدن. سلف صالح، صحابگان و در بالای همه اینها، رأس اینها، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، قدریه ها را تکفیر کردن، گفتند قدریه ها کفار هستند به اجماع سلف صالح. عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر گفتند که بلغوا منی انا بریء منهم و هم براء منی، از من به قدریه ها رسانید که من از اونها بری هستم. براءت اعلام میکنم. براءت یعنی که من اونها را تکفیر کردم، من به جماعت اونها نمیرم، من از اونها دورم، اینها گمراه کفار هستند و اونها از ما برا کردن. قدریه ها از اهل سنت و از عقیده سه براءت خود اعلام کردن، یعنی دشمنی میکردن به عقیده سه. سبحان الله، با باطلشون. صحابگان قدریه ها را تکفیر کردند به خاطر همین عقیده باطلشون. سوال اینجاست، پیش از تکفیر کردن یک بار نظر بکید که قدریه یک نفر بود یا یک چند نفر بود؟ قدریه ها خیلی زیاد بودن، عددشون زیاد بود. برای همین نام این رو قدریه گفته میشد. یک نفر قدریه گفته نمیشد. در یک جماعت به وجود اومد. این عقیده منتشر شد. اعوذ بالله. خیلی که رافضه ها، خوارج ها جماعت شدن، منتشر شدن. در درون این جماعت علما هم داشتند. تعویل، علماشون تعویل کرده
به مقصد خوب، به مقصد نیک، به مقصد خیر کافر شده بود. انسان‌های عادی را داشتند. خیلی انسان‌های زیادی عادی که خونده نمی‌تواند، نوشته نمی‌تواند، کلان سال است، پیر است، جوان است، همین به عالمش تقلید کرده بود، فتوای عالمش گرفته بود. عالم اجتهاد کرد، عالم مجتهد بود، اجتهاد کرد در علم الله و عقیده قدری به وجود آمد. از سبب اجتهاد و تعویل اجتهاد عذر نشد. برای همین این حدیثی که كل مجتهد اذا اجتهد المجتهد فاصاب فله اجران فاذا اجتهد المجتهد فاخطا فله اجر واحد، اگر اجتهاد کننده اجتهاد بکند و با قول حق برسد، فتواش درست برآید، اجتهادش درست برآید، 2 ثواب میگیرد، اجتهاد و فتوای داده اش. و اگر خطا بکند 1 ثواب میگیرد به اجتهاد کرده اش. به بالای مسائل اصول دین نیستین. اجتهاد کرده اگر کافر شود کفار گفته میشد. کسی که میگوید که اجتهاد کند عالم ثواب میگیرد اگرچه در مسائل اصول دین باشد، این عقیده ای که است جاهز است، عقیده بشر المریسی است، عقیده معتزله ها است. اولین کسی که اجتهاد کرده انسان اگر حق نفهمد هم در مسائل اصول دین کفر شرک بماند هم ثواب میگیرد، گفت این معتزله ها گفت، جاهز معتزله گفت. ابن مندى رحمه الله گفتند در کتاب التوحید: المجتهد المخطئ في التوحید كالمعاند. انسانی اجتهاد کننده در توحید و خطا کرده، اجتهاد کرد در توحید و خطا کرد، قصد کافر شوی نداشت، مقصدش کافری هم نبود، مقصدی بد نداشت، مقصدش خوب بود، اجتهاد کرد، حق میخواهد اجتهاد کرد، اما خطا کرد، به قصد خطا نه، به خبر خطا شد، کافر است. اجتهاد در اصول دین دیگر است و اجتهاد در فروع دیگر است. در سلف صالح اجماع هست که اجتهاد کننده در اصول دین و خطا کرد به سبب تعویلش و اینوانش کافر است. و همه سلف صالح اجماع میکنند که قدریه ها از سبب اجتهاد به همین عقیده کفری رسیدند. علمای اجتهاد کردند، تعویل کردند و مقصدشون همین بود که الله به پاکی یاد کنند و بزرگ شمارند، اجتهاد کردند. اما سلف صالح از صحابگان رضی الله عنهم و تابعین و تبع تابعین همین اجتهاد قدریه ها را عذر نگفتند، تکفیر کردند. قدریه کفار است علماش گفتند. و یکم مرتبه دوم، هزارها انسانی که به همین علما، به فتوای همین علما تکیه کردند، از این علما پرسیدند که قدر چیست؟ علما گفتند که قدر نیکش از الله هست، بعدش از خود انسان است. مردم هم به همین باور کردند، علما تکفیر کردند. صحابه ها بین عالمی که مجتهد است کافر شد و بین انسان های عادی جاهلی که مقلد شد به همین عالم و به قدریگی اعتقاد کرد جدا نکردند و همهش کفار و مشرکین گفتند. معروف است که تقلید از جهل است، معروف است که تعویل از اجتهاد است. اجتهاد، تقلید، تعویل خطایی که این قسمی اولی خطا است، یا که بگیم خطایی که به قصد است، خطایی که قصد دارد، یعنی اجتهاد خطاگی دارد. و جهل در مسئله قدریه، در بالای قدریه ها، در باب قدر عذر نشد. برای چی؟ برای که قدر از علم الله است، علم الله از اصول دین است. برای همین صحابگان تکفیر کردن قدریه ها را مطلق. جهل دیده می برایم آدم جاهل عادی عالمی خیلی گپ نیست، همه طالبین تکفیر کردن. تا زمان احمد ابن حنبل رحمه الله، اتباع التابعین، احمد ابن حنبل اتباع التابعین، یگان نفر، یا احمد ابن حنبل رو اتباع و اتباع التابعین میگن، یگان نفر، سبحان الله، یگان نفر در این مسئله هیچ چیزی نگفته بود. همه میگفتن که قدریه ها عالمیش عادی، زنیش مردش کفار است، فرزندهاش کفار میگفتن. اما در زمان احمد ابن حنبل
احمد ابن حنبل رحمه الله که اتباع التابعین هستند گفتند که یکی از علمای سلف کسایی که قدریه باشد و همین اعتقاد قدریه ها رو در باب قدر داند و در حقیقت همین علم الله در مسئله شر انکار کند اینهاش کافر است. اما کسایی که خودش قدریه بگوید اما علم الله انکار نکند، یعنی به معنای اینکه الله نیکی را خلق کرد و میداند ما شر را خلق کردیم ما میدونیم نگوید، بعضی بدعت ها داشته باشد تکفیر نمیکنیم. گفته تفصیل رو احمد ابن حنبل کردند و علمایی که در زمان احمد ابن حنبل بودند به این راضی شدند. اما این هم معناش این که هر کسی که به کفر واقع شد کفر است. بارک الله فیکم. انا این است اعتقاد در بالای قدر مذهب سلف صالح، مذهب اهل سنت و الجماعه، مذهب جبری ها و قدری ها و تکفیر صحابگان و تابعین، اجماع سلف صالح در باب قدریه ها. این یک حجت سخته، ضربه سخته به فرق سری آذری که اصغر خانه‌اش هم گمراهتر است می باشه. برای چی؟ برای اینکه آذری ها همه اجتهاد رو اجتهادی که ثواب است میگن. همه اجتهاد در نظرشون اجتهاد در اصول دین، اجتهاد در فروع برابر است. نامعقول کردید گمراه ها. از سلف صالح پیروی نکردید. مذهب سلف صالح اجتهاد در اصول فرق دارد. خطا کردن رو آذری ها در همه جا برابر گفتند. خطا کردنی که قصد دارد و قصد ندارد فرق دارد و خطا کردنی که قصد دارد همیشه در این عذر نیست. در مسئله اصول دین خطای به قصد، خطایی که قصد دارد عذر نیست. جهل را آذری ها مطلق عذر گفتند. سلف صالح از صحابگان ببینید در بالای قدریه ها جهل عذر نشد. تعویل را آذری ها مطلق عذر گفتند. در بالای قدریه ها دیدید که صحابات تکفیر کردند. تعویل اساسی کفر قدریه ها تعویل بود، تعویل عذر نشد. تقلید را قدریه ها عذر گفتند. تقلید را آذری ها عذر گفتند. گفتند که یک آدمی جاهل از یک انسان پرسد فتوا گیرد، از سبب فتوا گمراه شود، ما تکفیر نمیکنیم. نامعقول کرده شما آذری گمراه است. مقلد ها رو سلف صالح قدریه ها رو تکفیر کردند. این است منهج سلف صالح. البته در دوامش با سخن سفیان ثوری وجود دارد که در باب قدر است، لیکن اساسی مسئله رو ما گذاشتیم و باقی موندهش رو زود به شما بیان میکنیم که باز عباره یک عباره و یک رد از آیات های قرآن، یک چند آیات های قرآن رو می آرند و رد میزنند به قدریه ها و اینش حلقه آینده است. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.